برادر سوال داده است که اگر الله از جنت آدم علیه السلام را نمیراند، ما در جنت تولد میشیدیم؟ الحمد لله و کفا و الصلاة و السلام علی عباده الذین اصطفى. برادر عزیز، اول اینکه هر چیزی که در این دنیا می شود، هر حالتی می شود، این به خواهش و به اذن الله می شود. خب خداوند عزوجل در قرآن گفتند که حتی برگ درخت به اذن الله از درخت نمی افتد. و هو یسأل ولا یسأل. الله سوال میکند و ما سوال نمیکنیم از الله. یعنی برای چی این کار را کردید اگر اخیر نمی کردید و هاکذا. اول اینکه برادر عزیز، آدم علیه السلام وقتی که در جنت بود، از اون درخت وقتی که خدا به اون امر کرد، قصه مشهور هست، قصه قرآنی هست که پروردگار گفت با این درخت نزدیک نشوید، به تحقیق که شیطان دشمن شماست. بالاخره بعدا از اون درخت اونها استعمال کردن، اینم باشد با فریب شیطان شد. این یک چیز رو فراموش نکنیم برادران عزیز که امام قرطبی میگه خداوند آدم علیه السلام را از جنت بیرون کرد نه به خاطر عقاب. یعنی این عقابی اون نبود که تو از درخت خوردی که از جنت بیرون شو، زیرا خداوند گفتن که ما توبه اون را قبول کردیم، ما در همون جنت آدم علیه السلام را الکی عفو کردیم و بخشیدیم. اما آیتی را یاد داشته باشید برادران عزیز که پیش از خلقیت آدم، پیش از اونی که روح را خداوند در آدم بدمد، چی گفته؟ استعیذ بالله. و اذ قال ربک للملائکة اینی جاعل فی الارض خلیفه. خب خداوند با ملائکه ها گفت که من در زمین اراده دارم که خلیفه بگذارم. و خداوند عزوجل پیش از آنی که آدم علیه السلام را خلق کرد و جنت در آورد، از جنت بیرون کرد، الله برای دنیا اون را خلق کرده بود. از این لحاظ برادر عزیز، در صحیح ابن ماجه حدیث اومده است که راویش حضرت ابو هریره هست. گفتن قال رسول الله صلی الله علیه و سلم التقى آدم و موسی. خداوند روح موسی و آدم را با هم روبرو کرد. فقال موسی لآدم، یعنی روح حضرت آدم با موسی، حضرت موسی صحبت کردن. حضرت موسی گفت با آدم انت الذی اشقیت الناس و اخرجته من الجنه. تو همان نفری هستی که، یعنی با آدم خطاب کرد، مردم را خوب شقی کردی، یعنی ناسعادتمند کردی، حالا از جنت بیرونشون کردی، یعنی به سبب تو از جنت بیرون شدن. آدم علیه السلام در جواب گفت انت موسی الذی استفاک الله برسالته و استفاک لنفسه و انزل علیک التورات. گفت تو موسی هستی، همونی که خداوند تو را مرتبه بلند کرد و بر رسالتش مرتبه بلند کرد و برای تو کتاب نازل کرد به نام تورات. یعنی بحث بین حضرت آدم و موسی میره در اینجا. فقال موسی نعم. موسی گفت که بله من همون هستم. بعدا حضرت آدم چی گفت؟ فوجدتها کتب علی قبل ان یخلقنی. آیا گفت در تورات تو ندیدی که پیش از اونی که خدا ما را خلق کرد الکی در تقدیر من نوشته بود که من همین عمل را میکنم؟ موسی علیه السلام گفت که نعم، بله من یافتم این رو، همین خیلی هست. پیامبر چی گفت در آخر؟ فحج آدم و موسی. در اینجا حضرت آدم با حجت و دلیل خود حضرت موسی را چی کرد؟ قایم کرد. یعنی در اینجا در همین بحث بگیم غلبه در دست حضرت آدم افتید که پیش از خلق من این الکی در تقدیر من بود. به این خاطر برادر عزیز، اکنون ما بعدی که خداوند الکی در ارادش بوده است، دیگر خلقیت انسان و از جنت بیرون شدن در این دنیا، خواب به پیامبراش ارسال کردن و این دنیا را خداوند امتحان کرد،
دیگر ما باید که سرهامون مشوش نکنیم که اگر این خیل نمیشید او خیل میشید. اگر فرض کردیم این سوال ها دیگر چی در کار هستند؟ زیرا ما شاء الله فقدر. پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم گفتن ولا تعین شیطان علیکم، شما شیطان بالای خود کمک نکنید. به چی صورت؟ ولا تقولوا لو فعلت كذا و كذا ولكن قولوا ما شاء الله فقدر. نگین که اگر این خیل میکردم این خیل میشید، اگر این زیل میکردم اون زیل میشید، بلکه شما بگین هر زیلی که الله تقدیر کرد و همون زیل شد. خلاص. اکنون اینه که ما مقصد مبادا که چون که شما برادری عزیز سوال کردید که اگر که نمیشد بیرون نمیشد، اینش ما از کجا میدونیم دیگر؟ این در همون با اراده الله. شاید که دیگر اینم باز نگاه کنیم که شاید ما گفتیم، زیرا ما نداریم دلیلی که بگیم خدا چی اراده داشت وقتی که اراده خداوند برای ما و شما معلوم شد. برادری عزیز، در آخر یک سخن حضرت حسن بصری را من برای شما میگم. حضرت حسن بصری هم همین سوال را کرد یک آدم، اگر گفت این زیل میشید این زیل میشید، حضرت گفت که از اینه که میگوی اگر خدا آدم را بیرون نمیکرد، اگر که ما این زیل نمیکردیم، از این ده گفت این قوت و این انرژی که الان داری در عملهای صالح کن که خدا تو را وارد جنتت کند. انا این سوال باید تو را مشوش کند که اگر من از معصیت دور شم، اگر من الله را عبادت کنم، خداوند مرا وارد جنت میکرده باشد. اگر الله من از من راضی باشد، من وارد جنت میشم. اکنون تو از جنت بیرون شدی، پدر ما از جنت بیرون شد، دیگر اون زیلش نکن، کوشش کن وارد شدن جنت ده حرکت کن. انا این سوال باید که ما و شما را در فکر و در اندیشه بدارد. الله شما را نگهدار باشد. انشالله گمان میکنم که پاسخ سوال شما را دادم. و صلی الله علی سیدنا محمد صلی الله علیه و سلم.